بسام مهنا با 2 پسرش در خانه بود که شخصان مسلح با زور وارد شدند. فدخلوا علينا العمشات قتلوا ابن عمي. ما گفتیم خانه رو ترک نمیکنیم. من و عائله‌ام و جیانم بودیم. با خانه در آمدند و جیانم و 2 عائله دیگر رو کشتند. خانه رو جستجو کردند. گفتند سر شما رو از تن جدا میکنیم. همه رو غارت کردند. پول و ماشین ها رو هم. عفشوا البيت كله كل ما املك من مال سياراتي كله اخذوها. به قول تحلیلگران کشتارها در شهر نقار برای ستمگری‌ها در عهد بشار اسد بوده است که حکومتش در ماه دکبر سال 2024 سقوط کرد. بسیاری از قربانیان علوی‌ها از قوم بشار اسد هستند. میگویند که جنگ را طرفداران اسد آغاز کرده و دست به کشتار زدند. روز 8 دکبر به اصطلاح سرپوش را روی ظرف آبی جوشان گذاشتند. تعجب آور است که چه چیز اینقدر وقت زیاد گرفت که احساس و غریزه های بد را برانگیزد. او میگوید رهبران اقلیت‌ها از جمله علوی‌ها از حکومت خواستند که گناهکاران را به جوابگری کشند. پس از خونریزی هزاران نفر در این پایگاه روسیه پناه بردند، چون آن را هنوز هم حامی علوی‌ها می‌دانند. مسکو یک حامی اساسی بشار اسد بود. رهبران منطقه میگویند که وضع بهتر می شود. پس از آمدن نیروهای امنیتی به اینجا و فرار گروه‌های مسلح، وضع امنیتی بسیار بهتر شده است. اما به گفته چارلز لیستر بحران بشری در سوریه بدتر می شود و فقر گسترده ناامنی را دامن می زند. به اندیشه من مردم بحران بشری در عهد اسد و در ماه دکبر را فراموش کردند که در سوریه 14 سال باز ادامه داشت. بعد از رفتن اسد وضع باز هم بدتر شد. به قول این تحلیلگر تحریمات اقتصادی به ضد سوریه باید برداشته شود تا حکومت معاش مردم را بدهد، یاری بشری تقسیم کند تا کشور آرام شود. بسام مهنا هم به این اندیشه است و میگوید که ثبات و اقتصاد هم قدم یکدیگرند. آرامی و آسایش برای آینده سوریه مهم است، ولی باید مشکلات اقتصادی مردم هم حل شود. احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه گفته است همه دستاندرکاران قتل‌های آخر را جزا خواهند داد که در بین آنها طرفداران خود او نیز هستند.